سلام، خسرو هستم. امروز میخوام طرز تهیه میرزا قاسمی رو بهتون نشون بدم. مرحله اول برای میرزا قاسمی کباب کردن بادمجون است. هم میتونید روی گاز توی آشپزخونه کبابشون کنید، یه ذره کثیفکاری داره، یا روی باربیکیو. بهترینش اینه که روی زغال این کار رو انجام بدید. اون کاری که من میکنم، بعد از هر بار کباب درست کردن بادمجونا رو کبابی میکنم، پوستشون رو میکنم، میذارم توی فریزر برای هر موقع که میخوایم درست کنیم. الان اینو روی باربیکیو کباب میکنیم. خب باربیکیو رو داغ کردیم، بادمجونا رو یه چند تا برش بهش بدیم یا سوراخ میذاریم این رو. الان وقتشه که اینا رو برگردونیم. بادمجونامون الان آماده است، رو درشون میاریم. یکم بعد بذاریم خنک بشه، بعد بریم پوستشو بکنیم. حالا اینا رو بعد با چاقو خوردشون بکنیم. بادمجونه که خورد کردیم، باید سیرامون رو پوست بگیریم و سرخ بکنیم. بعد این بادمجون رو به مایتابه منتقل میکنیم. یکم روغن اضافه کنیم و سیرا رو توش خورد کنیم. یکم زردچوبه بهش اضافه کنیم. هیچ کدوم مقدار نداره، هر چقدر خودتون دوست دارید میتونید بهش اضافه بکنید. همه چی بستگی به ذائقه خودتون داره. کم نمک و فلفل. سیرتون که سرخ شد، بادمجون رو بهش اضافه میکنیم. یکم دیگه روغن. قشنگ باید بذاریم که سرخ بشه. گوجه فرنگی که خورد کردیم رو بهش اضافه میکنیم. بعد رب الان اضافه کنیم. رب اول جدا سرخ میکنیم تا قشنگ رنگش در بیاد. بعد با بادمجون آتیش بکنیم. 3 تا قاشق رب اضافه میکنیم بهش. مثلا بستگی به نوع ربتون و رنگش میتونیم کمتر یا بیشترش بکنیم. دوباره رو همون حرارت ملایم بذارید، حداقل یه 10-20 دقیقه دیگه بمونه. یه مرحله دیگه هم داره، این اختیاری، اگه دوست داشته باشین یه کوچولو زعفرون هم میتونید بهش اضافه بکنید. بادمجونمون الان آماده است. بعد تخم مرغ رو بهش اضافه کنید. 2 تا روش داره برای اضافه کردن تخم مرغ. یا میتونید تخم مرغ رو جدا توی این قسمت خالی مایتابه درست بکنید و هم بزنید. اگه میخواید یه مرحله بالاتر، یه لول بالاتر برید، یکم روغن، سیر رو خورد میکنید، با 4 تا تخم مرغ برای این کافیه. یکم نمک، یکم زردچوبه و
فلفل. باید چنگال با هم بزنیم. همیشه باید مواظب باشیم که این بادمجون نسوزه. تو این قسمت اضافه میکنیم. حتما باید تخم مرغ رو جدا بزنیم. بوی این میرزا قاسمی و سیر فکر کنم کل منطقه رو برداشته. تخم مرغ این درست شد، اینو با هم دیگه قاطی کنیم. خب میرزا قاسمی آماده است. خب میرزا قاسمی آماده است. الان وقتشه که امتحانش بکنیم. یه ذره از این ور میداریم، میذاریم با برنج. به به. سبزی‌های توی حیات عالی. امیدوارم این غذا رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرین. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. مرسی. خب وسط درست کردن میرزا قاسمی یه سیلی راه افتاد، میذاریم و یه ذره دیرتر درست میکنیم. روی حتی جکمون هم آب جمع شده. یه روش خورد کردن سیر توی اینترنت دیده بودم، الان میخوایم امتحانش کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. پوستای روش رو که گرفتیم یه ذره اینا رو باز میکنیم، میشکنیم اصلا دیگه. میریزیم توی ظرف. یه ظرف دیگه میذاریم روش، محکم میگیریم. همونطوری که میبینین کار نکرد. هر وقت همسر حواسش نیست یواشکی یه ذره دیگه روغن اضافه کنید.